سوراخ دیواری که جون داره و از یه مرد میخواد که باهاش رابطه داشته باشه. سلام دوستان، به چنل ایکس ریکپ خوش اومدید. داستان با هرمن شروع میشه که دوست داره یه مجسمه ساز مشهور بشه. اون میخواد هنرش روی مردم تاثیر بذاره. مدت هاست که شب و روز خودش رو وقف به آثارش کرده ولی یه جای کارش میلنگه و هنوز نتیجه‌ای نگرفته. اون با مادرش زندگی میکنه و وضع مالی خوبی ندارن. مادرش بهش پیشنهاد میده که با عموش که یک هنرمند موفق و پولدار مشورت کنه، ولی از نظر هرمن عموش یک کلاهبردار و از کارگراش سوء استفاده میکنه. یه شب که داره تو اینترنت میچرخه یه آگهی میبینه که یه گالری دار به اسم دبرا داره دنبال استعداد جدید میگرده. از این فرصت طلایی استفاده میکنه و به سرعت به دفتر کار دبرا میره، ولی منشی اون اجازه ورود به دفتر دبرا رو بهش نمیده. ازش میخواد که نمونه کارش رو اول به اون نشون بده. هرمن یه کره زمین که مثلا نشانه مشکلات جهان رو به منشی نشون میده، ولی موفق نمیشه نظر اون رو جلب کنه و خرابکاری میکنه. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار میشه صدای دوش گرفتن کسی رو داخل حموم اتاقش میشنوه. مادرش بهش میگه که اتاقش رو اجاره داده تا بتونن یه مقدار پول در بیارن و بتونن شکمشون رو سیر کنن. هرمن که راه دیگه ای نداره با عمو فلیکس تماس میگیره. اون بهش میگه که میدونه دقیقاً به چه چیزی نیاز داره و قبلا خودش هم همین مشکلات رو داشته. بهش گاراژ قدیمی خودش رو پیشنهاد میده که اونجا بتونه بدون مزاحمت و آزادانه آثارش رو خلق کنه. هرمن خوشحال میشه، ولی وقتی فلیکس اجاره ماهیانه $800 رو بهش میگه دست از پا دراز سر با عمو خداحافظی میکنه. هرمن ناامید نمیشه و آخرین اثر هنری خودش رو به نمایشگاه دبرا میبره. میخواد توجه همه رو جلب کنه که کنترل خودش رو از دست میده و کل نمایشگاه رو به گند میکشه. با این حال از دبرا میخواد که 2 هفته بهش وقت بده تا با یک کار حرفه‌ای برگرده. دبرا که میخواد از شرش خلاص بشه قبول میکنه، ولی شرط میذاره که اگر موفق نشه کلاً بیخیال هنر بشه. هرمن به فلیکس زنگ میزنه و کارگاه رو با تمام پولی که داره برای 2 هفته اجاره میکنه. به آدرس کارگاه میره و دستیارش لیل اتاق رو که پشت یه زباله‌دونی یه آپارتمانه بهش نشون میده. وقتی وارد کارگاه میشن با یه اتاق قدیمی و کثیف روبرو میشن که بجز یه تخت و یه یخچال و یه تابلوی نقاشی چیز دیگه ای داخلش نیست. 13 روز میگذره ولی خبری از شاهکار هنری نیست. بالاخره تسلیم میشه و به خودکشی فکر میکنه. تو حال هوای خودشه که متوجه کج بودن تابلوی روی دیوار میشه. اونو صاف میکنه ولی دوباره کج میشه و اعصابش به هم میریزه. نقاشی رو برمیداره و پشت تابلو یه سوراخ روی دیوار میبینه. بهش توجهی نمیکنه و نقاشی رو داخل کمد دیواری میندازه. چاقو رو برمیداره تا انگشت شستش رو قطع کنه که یه نخ از سوراخ بیرون میاد. اون نخ رو بیرون میکشه و میبینه یک کاغذ بهش وصله که روش نوشته آروم باش، من میتونم کمکت کنم. هرمن گیج میشه. طرف دیگه دیوار رو چک میکنه و متوجه میشه که پشت سوراخ بسته است و راهی به جایی نداره. بعد از چند نوشته دیگه سوراخ یه توپ ژله‌ای بهش میده. اون توپ رو روی کار هنریش میذاره و اون تعادل پیدا میکنه. فردای اون روز هرمن شاهکار هنریش رو که به کمک سوراخ ساخته پیش دبرا میبره، ولی اون در رو براش باز نمیکنه و بهش میگه که کارهاش به درد سطل آشغال میخوره. هرمن افسرده و ناراحت کار دستیش رو به یه دستفروش میده. هنوز چند قدم از اونجا دور نشده که مردم برای خریدش صف میکشن و یه مزایده شکل میگیره. قیمت رو همینطور بالا میبرن تا اینکه دبرا سر میرسه، اونو با بالاترین قیمت میخره و از هرمن عذرخواهی میکنه. اونو به عنوان هنرمند جدیدش استخدام میکنه. هرمن با خوشحالی به کارگاه برمیگرده. ناگهان سوراخ با یه صدای زنونه ازش میپرسه که همه چیز خوب پیش رفت. هرمن هم اولش میترسه، ولی بعد با سوراخ حرف میزنه. اون بهش میگه که اگه باهاش وقت بگذرونه میتونه توپای بیشتری بهش بده. هرمن هم سریع قبول میکنه و شروع میکنن به درست کردن آثار هنری و تقریبا تمام روز وقتشون رو با هم میگذرونن. روزها میگذره تا اینکه یه روز لیل در خونه رو میزنه و برای هرمن کیکی که خودش درست کرده رو میاره. ظاهرا روی اون کراش زده و میخواد سر صحبت رو باز کنه. هرمن زیاد تحویلش نمیگیره و در رو روش میبنده و پیش دلبرش سوراخ عزیز میره. دبرا نمایشگاهی را میندازه و مجسمه های هرمن رو برای مشتریای ثروتمندش به نمایش میذاره. یه مشتری که از کارهای اونو به قیمت $50,000 میخره. دبرا هم بهش میگه که اگه تا 1 ماه دیگه از این شاهکارها بسازی یه نمایشگاه اختصاصی برای تو راه میندازم که فقط کارهای تو توش باشن. زمانی که هرمن پیش دبراست، لیل با یک کیک دیگه میاد در کارگاه و وقتی میفهمه هرمن خونه نیست کنجکاو میشه. به اتاق اون میره، میبینه که یه نور از سوراخ روی دیوار بیرون میاد. داخلش رو نگاه میکنه و اونور سوراخ تصویر هرمن رو میبینه که داره حموم میکنه. یه دفعه موجود عجیبی از داخل سوراخ توی چشمش تف میکنه و باز میشه لیل از اونجا فرار کنه.
شب هرمن به خونه برمیگرده و اتفاقات نمایشگاه رو برای سوراخ تعریف میکنه. اونقدر خوشحاله که توجه زیادی به سوراخ نمیکنه. سوراخ بهش میگه که هر وقت اون بیرون میره احساس تنهایی میکنه و نمیخواد اونو از دست بده. هرمن هم بهش اطمینان میده که هیچ وقت اونو ول نمیکنه. با این حال هرچی روزهای بیشتر میگذره رابطه‌شون سرتر میشه و سوراخ دیگه نمیتونه از اون توپای ژله‌ای تولید کنه. ازش میپرسه که مشکلت چیه؟ سوراخ بهش میگه که احساس تنهایی میکنم. ازش میپرسه که چه کاری میتونم برات انجام بدم که حالت بهتر بشه. سوراخ هم میگه که باهاش از اون کارا بکنه. هرمن اول درخواستش رو رد میکنه. سوراخ بهش میگه که اگه با هم رابطه نداشته باشیم دیگه نمیتونم توپ درست کنم و هرمن هم که میبینه آیندهش و کارش به سوراخ وابسته است قبول میکنه. شب که به خونه برمیگرده با تعجب میفهمه که سوراخ از رابطش با دبرا باخبر شده. قاطی میکنه و بهش میگه که نمیتونه با یه سوراخ که حتی انسان نیست رابطه داشته باشه و همینه که هست. بعد از کلی جر و بحث میذاره از خونه میره. سوراخ که قلب شکسته چند تا حفره دیگه روی دیوار درست میکنه. همون شب سوراخ به دبرا زنگ میزنه و خودش رو دوست دختر هرمن معرفی میکنه و اونو به کارگاه قدیمی دعوت میکنه تا با هم حرف بزنن. وقتی دبرا میرسه اونجا میبینه که یه صندلی وسط اتاق و دورش هم کلی شمع گذاشتن. سوراخ بهش میگه که میدونه اون هرمن رو دوست نداره و فقط به خاطر پول داره ازش سوء استفاده میکنه. بعدش بهش میگه که اگه از هرمن دور بشه قول میده که آثار هنری بیشتری بسازه. دبرا که فکر میکنه دوست دختر هرمن داره از پشت دیوار حرف میزنه و شکش به سوراخ نمیره قبول نمیکنه. چند تا فحش هم بهش میده. میخواد از اونجا بیرون بره که سوراخ تموم هوای اتاق رو میمکه. دبرا از حال میره و داره نفسای آخرش رو میکشه که هرمن سر میرسه و اونو نجات میده. بعدش دبرا میرسونه خونش. بعد از کمی فکر کردن هرمن برمیگرده پیش دبرا و همه چیز رو در مورد سوراخ بهش میگه و اعتراف میکنه که خودش استعدادی نداره و همه شاهکارا رو سوراخ ساخته. در آخر هم بهش ابراز عشق میکنه و ازش میخواد که باقی زندگیش رو با اون بمونه چون خیلی دوستش داره و دبرا هم قبول میکنه. هرمن با یه سطل گچ و بتونه به خونه برمیگرده و میخواد همه سوراخ‌ها رو بپوشونه، ولی جول رو میبینه که جلوی سوراخ وایساده و میخواد سوراخ رو برای خودش برداره. هرمن بهش هشدار میده که از سوراخ دور شو و چه کارهایی که از اون موجود برمیاد، ولی جول به حرفاش گوش نمیده و بهش میگه که تو لیاقت این سوراخ رو نداری. هنوز حرفش تموم نشده بود که سوراخ تموم اندام‌های داخلی اونو بیرون میکشه و اونو درجا میکشه. هرمن به سرعت شروع میکنه به یکی یکی پر کردن سوراخ‌ها. سوراخ سعی میکنه بهش بفهمونه که دبرا داره ازش سوء استفاده میکنه و فقط اونو به خاطر پول میخواد. هرمن که گوشش بدهکار نیست میره سراغ سوراخ اصلیه که با یه ضربه به سرش بیهوش میشه. زمانی که به هوش میاد میبینه دبرا داره با اره برقی اطراف سوراخ رو میبره تا بتونه اونو با خودش ببره تا برای خودش کارهای هنری بسازه. هرمن میفهمه که حرفای سوراخ راست بوده و با دبرا گلاویز میشه. توی درگیری اتفاقی دبرا انگشتای دوتا دستش رو قطع میکنه و از اونجا فرار میکنه. هرمن میره سراغ سوراخ که داره از درد و خونریزی ناله میکنه و بهش میگه که میتونه اونو درست کنه و زنده نگه داره، ولی در نهایت سوراخ از خونریزی زیاد میمیره. هرمن غرق در غم و اندوه میشه. خودش رو مقصر مرگ اون میدونه ولی پشیمانی سودی نداره. توی صحنه آخر هرمن داره وسایلش رو جمع میکنه که از کارگاه بره و قبل از رفتن خون روی دیوار رو تمیز میکنه و سوراخ رو قاب میکنه. شما برای سوراخ‌های زندگیتون چه کارهایی انجام میدید؟ توی کامنت ها حتما بنویسید. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.